سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب من. امروز میخوام یه چالشی براتون انجام بدم که ببینیم آیا واقعا کار کردن توی اسنپ به صرفه هست یا نه. پس تا آخر این ویدیو با من باشید و دکمه لایک و سابسکرایب رو ممنون میشم که بزنید. خب من اینجا ساعت 12 از خواب بیدار شدم تازه، چون روز جمعه است و لباسامو حاضر کردم به اضافه کلا کاسکت. اینجا داشتم از پلان می اومدم پایین که هر روز من چشم به خونه طبقه پایینیمون میفته که متاسفانه به خاطر پخش مواد مخدر فعلا توی زندانه. اینجا اومدم در باز کنم که دیدم در قفله، مثل این که هر کاری کردم در باز نمیشد. برای اولین بار بود که این در قفل شد. میخواستم اینجا پشیمون شدم، گفتم شاید قسمت نیست، بذار برگردم. بعد به هر زوری شد در باز کردم و اومدم بیرون. کلاکاسکتم رو گرفتم دستم و رسیدم به پارکینگمون که هم ماشینم رو اینجا میذارم هم موتورم. یه ذره موتورم گردگیری کردم و استارت زدم. من روز قبل 6 لیتر بنزین زدم به مبلغ 30,000 تومن، لیتری 5,000 تومن آزاد و 6 تا خونه موتورم پر کردم. حالا تا آخر ویدیو همراه من باشید تا ببینیم که تو این 2 ساعت چقدر از بنزین موتورمون کسر شده. اپلیکیشن اسنپ باکس رو نصب کردم و بعد از احراز هویت‌های لازم خیلی آسون برای من اومد بالا و حالا پیشنهادهایی که میشد بر من میومد. مثلا اولین پیشنهاد بزرگراه باکری بود، ولی خب من چون به مامانم قول داده بودم که تو اتوبان نرم قبولش نکردم. پیشنهاد بعدی دکتر غریب بود که چون یه ذره دور بود دیگه بیخیال شدم. منتظر شدم تا سفارش جدید بیاد. نوتیفیکیشن های گوشیم هم همینجوری بود که میومد. یه مقدار باید صبر کنیم تا بیاد. این دیدم هم نزدیک هم فروشگاه قبولش کردم، مبلغ 110,000 تومن و مسیریابی رو زدم و مبدأ رو انتخاب کردم و با استفاده از اپلیکیشن نشان رفتم به سمت مبدأ. رسیدم سمت مبدأ ولی چون فروشگاه بودن نذاشتن ویدیو بگیرم، اما سفارششون یک عدد سرخکن 6 لیتری بود یا همون هواپز که اووردم به این لوکیشن و تحویل دادم و مبلغ 110,000 تومن به کیف پول اسنپ باکس من اضافه شد. سرویس دومی که قبول کردم سفارش یه خانومی بود که از جامبو خرید کرده بود و رفتم به سمتشون، ولی مبدأش خیلی طولانی بود، نزدیک 7 دقیقه من تو راه بودم تا رسیدم به مبدأ. رسیدم و وسایلشون رو از جامبو تحویل گرفتم و به سمت مقصد حرکت کردم. کلا توی این اپلیکیشن باید خیلی حواست باشه که مبدأهای نزدیک به خودتون انتخاب کنی که هم تو تایمتون صرفه جویی بشه و هم زودتر برسید و سرویس های بیشتری ببرید. من سرویسی که گرفتم برای خانمی بود که از جامبو خرید کرده بود و به جامبو رسیدم و تحویل گرفتم و مبلغ این سفارش 27,000 تومان بود. برای من خیلی کم بود، ولی خب به خاطر بی تجربگی من اینو قبول کردم. اما یه سفارش دیگه خورد، یه خانم دیگه بود که چند تا لباس ارسال کرده بود، مبلغش 72,000 تومان بود و تایم رسیدنم به مبدأ 2 دقیقه و به مقصد نزدیک 3 دقیقه بود، یعنی مجموعاً 5 دقیقه، ولی مبلغ سفارش 72,000 تومان بود. نسبت به سفارش قبلی خب خیلی به صرفه تر بود. سفارش آخری که گرفتم یه سفارش 3 مقصده بود که رفتم به سمت مبدأ که اسمارت مارکت امام حسین بود و همه پیک موتوری عزیز اونجا بودن و مبلغ 128,000 تومن بابت 3 تا مقصد قرار بود که به من اضافه بشه.
که من قبولش کردم و بردم سفارش رو تحویل دادم. مبلغی که تا الان جمع کرده بودم 306,000 تومان شده بود. خب تایم 2 ساعته من اینجا به پایان رسید و بنزینی که استفاده شده بود فقط 1 لیتر بود. یعنی تا اینجا درآمد من شد 306,000 تومان و هزینه بنزین موتور من شد حدوداً 5,000 تومان. دیگه خودتون حساب کنید ببینید که آیا واقعا ارزشش رو داره یا نه. از اینکه تا انتهای این ولاگ همراه من بودید ازتون بی نهایت ممنونم. بازم ممنون که منو لایک و سابسکرایب میکنید. منتظر چالش‌های بعدی من باشید.